نعیم اصفهانی میفرماید عمر آنقدر گریه میکرد و فی وجهه خطان اسودان، آنقدر گریه میکرد که در صورت عمر 2 خط پیدا شده بود سیاه، 2 خط سیاه به صورتش پیدا شده بود. آنقدر گریه میکرد که تمام روز به گریه بود، شبها به گریه بود. مردی از سرزمین شام می آید، وارد مدینه می شود، شب ناوقت شده است، می خواهد مشکل دارد به پیش امیر المؤمنین عمر برود. می گوید فعلا شب است، عمر خوابیده است، من امیر المؤمنین را اذیت نمی کنم، شب داخل مسجد النبی می خوابم، بعد از این که صبح شد می روم به آدرس حضرت عمر، مشکل خود را اونجا می گویم. داخل مسجد می شود، می خواهد که بخوابد. شب تاریک است، چراغ نبود در مسجد النبی، شب تاریک است، در گوشه مسجد خوابیده است که ناگاه آواز گریه به گوشش می رسد، آواز فریاد به گوشش می رسد، آواز ناله به گوشش می رسد، آواز زاری به گوشش می رسد. سر خود را بلند می کند، چون مسجد تاریک است، این طرف و طرف نگاه می کند، کس را نمی بیند، می بیند که آواز از گوشه مسجد است. حرکت می کند، می آید ببیند کدام مسلمان و جوان اینجا گریه می کند. همین که می نشیند به نزدیک این شخص، نگاه می کند که عمر است، دستانش به طرف آسمان بلند است. برش میگه یا امیر المؤمنین، تو تمام روز در خدمت مسلمین هستی، تمام روز آزار و اذیت‌های بیخوابی میکشی، در شبها هم نمیخوابی. عمر رو میکند به این مرد، میگوید ای مرد تو چی میگویی؟ من که روزها در امور مسلمان ها مصروفم، شبها اگر به خدمت رب خود نباشم، به خدمت مولای خود نباشم، روز قیامت من چی جواب دارم؟ امروز چقدر ما شبها راحت میخوابیم. این عمر جان است که روزها در امور مسلمان ها قرار دارد، در امور مسلمان ها مصروف است، ولی شبها یاد الله نمیماند بخوابد. عمر شبها عمر را خواب نمیبرد. حضرت همسرش کلثوم دختر حضرت علی هست، یک زن حضرت عمر دختر حضرت علی هست. اون قصه می کند که شب از شبها عمر داخل شد، داخل حجره خودش بعد از نماز خفتن، دیدم که حضرت عمر سر نماز استاده شد، بعد سوره یاسین را تلاوت می کرد. در یکی از آیه های سوره یاسین رسید که الله جل مجده میگه بسم الله الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایها المجرمون. الله در این آیه میگوید روز قیامت صف مجرمان را از صف صالحان جدا میکنیم، صف فاسقان را از صف صالحان جدا میکنیم، صف بینمازان را از صف نمازخوانان جدا میکنیم. ای جوانی که پدر و مادر خود را آزار میدهی، میدانی که الله چی میفرماید؟ و امتازوا الیوم ایها المجرمون، روز قیامت صف مجرمان را ما از صف صالحان جدا میکنیم، صف بینمازان را از صف نمازخوانان جدا میکنیم. حال ما و تو میدانیم که در کدام صف هستیم، ما و تو میدانیم در کدام صف هستیم، نمیدانیم. برای چی اینقدر میخندیم؟ برای چی اینقدر مست هستیم در حالی که نمیدانیم در کدام صف قرار داریم؟ حضرت کلثوم میگوید عمر آنقدر گریه کرد، آنقدر گریه کرد تا مؤذن به نماز صبح اذان داد، این آیه را تلاوت میکرد. بگو الله اکبر. عزیزان من،